میمون بختی نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه رودکی، رئیس سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان و عضو سابق پارلمان این جمهوری شب 19 به 20 مای در سن 76 از عالم چشم پوشید. اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر داد که نماز جنازه مرحوم ساعت 13 در مسجد مرکزی دوشنبه دایر گردیده. سپس ادیب شناخته را در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک به خاک می‌سپارند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به نزدیکان میمون بختی پیام تسلیت فرستاد. میمون بختی 25 مارس سال 1946 در دهه شل نویه رشت به دنیا آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری نوآباد، سال 1963 فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. سالهای 1973 1975 در دانشکده ادبیات به نام مکسیم گورکی کسب کمال نموده است. در دوام سالهای گوناگون مدیر بخش ادبی دراموی تلویزیون جمهوری، جانشین سرمحرر تاجیک فیلم، سرمحرر شعبه های ادبی و دراموی و جوانان تلویزیون تاجیک، مدیر بخش ادبی تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، مدیر خانه ادیبان به نام میرزا ترسونزاده، رئیس شورای کار با نفقلمان، رئیس مرکز ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان و مدیر بخش ترجمه و نشر مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بوده. از ایول سال 2007 معاون رئیس حرکت وحدت ملی و ایای تاجیکستان، رئیس بخش تاجیکستانی دیالوگ ایورا اوسیا بود. از سال 1995 تا 2000 وکیل مردمی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، دعوت یکم، از حوزه انتخابی 35 نویه غرب و همزمان رئیس کمیسیون عاید به اتیکای دیپوتاتی و امتیازهای دیپوتاتی بوده. سال 2005 عضو مجلس ملی جمهوری تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1999 سردار شعبه تشویقات ادبیات اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعیین می‌شود. بعد از آن سالهای 2004 و 2009 دو بار به حیث رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب گردیده است. میمون بختی سال 1986 سزاوار جایزه کمسمول لنینی تاجیکستان، سال 1988 شرفیاب جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوعبدالله رودکی، سال 1994 صاحب عنوان افتخاری ارباب شایسته هنر تاجیکستان و سال 2014 سزاوار مدال ادبی بین المللی به نام داستایفسکی گردیده است و با اردن شرف اسماعیل سامونی و 3 مدال مکافونیده شده است.